به سحرخورک روزه جایز است یا نه؟ من پیشتر ایره جوابشو گفته بودم که پیامبر نازنین گفته بودن تسحروا فإن فی السحور برکه. شما سحرخیزی کنین، یعنی حدی اقل هم باشد یک پیاله چای آب نوشین، زیرا در آن سحرخیزی شما پیامبر گفت برکت است، در او خیر است. لیکن اگر کسی که بسیار مشکلش آمد و روزی دراز مقصد همون قوت ناخوردن داشته باشد یا عادتش می باشد و این روزش درسته، روزه درسته، ولی از این تأکیدی که پیامبر نازنین کردن که شما برکت می‌یابین، شما خیر می‌یابین، البته چی هست؟ ما از اینش به بهره میشیم. بسیاری نفرهایی که سحر نمیخورند در نیم روز پشیمانی میکنند، در نیم روز اذیت میکشند، بعد ممکن که دیگه ملامت کنند، ممکن بی‌طاقتی کنند که دیگر از ثواب او روز بعد محروم میشه. برای این چیزی که دستورات شریعت های این بسیار به نفع ما، به فایده ما. از همین لحاظ از این برکات هم خطانه بنصیب نکنید. آدمی روزدار دو خرسندی دارد، برای او دو خرسندی عطا کردم. خب بین که یکی اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. یکم خرسندی که بر او دادم هرگاهی که اگر همون لحظه روزه گشادن نزدیک شدن گیرد، یک دقیقه و دو دقیقه که ماندن میگیرد، میگه روزدار تا چند در دلش یک خرسندی پیدا میشود که الحال از طعام مقصد تناول میکنه. دویم خرسندیش گفت الله مهربان هرگاهی که او را داخل جنت کردم از نظر خودم، از رحمت خودم، من روزدار را خوشنود میگردانم. برادران عزیز و گرامی، اینجا متن حدیث به انجام میرسد و انشاءالله گفته همون عزیزای خدا که یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. زین لحاظ من انشاءالله گمانم همین است که آن چیزی را که من مختصرا هم که بیان کرده باشم برای آدم اهل فهم خدا خواهد این قبول است. انا من گوش کننده های این نواره از زمره کسانی میدانم که اونا انشاءالله از زمره نفرهای اهل فهمند، اهل توفیقند، اهل محبتند. اگر من میدانستم که این در جای مثال قرار دارم که هیچ کس مثال به این سخن، به این حدیث و به این دعوت اهمیت نمیتید، من هیچگاه برادر عزیز این حدیث را از ابتدا تا آخر نمیخواندم. زیرا عزیزای خدا میگن پیش نااهلان چی حاصل، ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خار را. کمال خودجندی میگفت ببینین پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال. اگر ببینی که همون مردم همون نشستگان همون قوم وقتی که در سخن تو اهمیت نمیتین، میگد اینا باقی ها هم مانندن. پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خار را. مرغی که ارزن میخورد برای او دادن گوهر، یعنی این برادر عزیز غیر امکان است. اگر امروز برادرای ما این سخن ما را شنیدن، بعد این باز همون کردارها و همون زیشتگویی ها و همون سخنهای قبیحشان دوام دادن که گرفت، گفتی خواجه همون کمال خودجندی اینها همون مرغهای بودن که این دورها در پیش اونها حیف شده است. میایم برادرای عزیز به سر سوالهایی که در ما کردین. انشاءالله من این سوالها را به شما میخوانم و جوابهاشم میگردانم. بعضی از خواهرها از ما سوال کردن که همین یک ماه مبارک امکان دارد که ما بعضی تبلتکه ها هست که وی استعمال میکنیم در همین یک ماه مبارک، همون بیماری زنانه ده، یعنی حیض میگن، در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم و همین یک ماه مبارک مقصد با پرگی روزه میگیریم.
بله خواهرای عزیز، اینا صاحبای کتاب دانشمندها اجازت میتین، به شرطی که اگر بر سلامتی شما زیان نیارد. اگر در سلامتی زیان نداشته باشد که شما ایره خودتان میدانین، این حالت دا استفاده بردن از همون تبلیتکه ها برای منع همون گوییم که نشدن همون بیماری زنانه انشاءالله هیچ باکی ندارد. بعضی ها سوال کردن که اگه اینجا سوال ها زیاد بودن، خواهرها برادرها سوال های تکراری هم هستن، از این لحاظ بعضی ها گفتن که اگر در این ماه مبارک ماها آبازی کنیم. آبازی فرق ندارد، خواه در داخل خانه باشد، خواه در حمام ها باشد، خواه در حوض ها باشد، خواه در دریاها باشد، همه جا برای آدم روزدار البته مقصد اجازت است. فقط احتیاط کنین که از راه های مقصد دهان، از راه های بینی مقصد یا از راه های گوش، یعنی آب به حلق شما داخل نشود. و الا اگر این احتیاط شما کرده تانین، هیچ باکی ندارد آبازی کردن شما. دیگر نفرهای سوال کردن که در ماه رمضان ماها مقصد بیماریم و اگر مقصد اوکال استفاده بریم اجازت هست یا نه. اصلا برادران عزیز و خواهرای مهربان، هر کسی بیماری دارد که به سبب روزه گرفتن اگر بیماریش اوج بگیرد، شریعت اسلام اجازت دادن که این آدم حقی روزه را خوردن دارد. وقتی که خدای مهربان اگر بیماری را از او گرفت، تنش که صحت شد، بعد همین روزه های را که در حالت بیماری خورده بود، همین ها را قضا میگیرد. زین لحاظ شما مقصد در جان خودتان جبر نکنین. بسیار از نوعهای بیماری هایی که چی بیماری های قندن، چی بیماری های مقصد میدن، چی بیماری های روده هستند که اینها مقصد گرفتن برای اینها بسیار مشکلات ایجاد میکند. زین لحاظ برای شما شریعت این حقوق و این اجازت داده است، فقط شماها مقصد این را رعایت کنید. ولی بعضی بیماری های هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرن اجازت است. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهندن، مقصد در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد، مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای طبابت دنداناتان باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خواه میخورد، خواه مینوشد، خواه حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا با فراموشی شدگی‌اند. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خورک میکنیم و بعد سحر خورک خواب میکنیم، همین حالت دا یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد گفتگی، با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خیستین این حالت هم که باشد، برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است. خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین،
бародаро мисол 300 грамму 400 грамм хун месупоранд то ки он хун бо барои ягон бародарои дигар ё хоҳарои дигар як ёрда мешавад. ҳиҷомату хунсупорӣ ба рӯзаи шумо зиён надорад. дар рамазон пайғамбари нозанинмонам ҳиҷома мекарданд, барои ҳамин ягон боқӣ надорад. дигар суоле кардан, гуфтанд ки агар мо дар ҳолати рӯзадор будему яке ба бемории занона мубтало шудем, мақсад нисфи рӯз рӯзадор буд, яке аз нисфи рӯз ӯ тараф мисол ба ҳамун бемории занонаш мубтало шуд, оё ҳамин метавонад ки рӯзаро давом диҳад? Не, инҳо наметавонанд. вақте дар ҳолати ҳайз ё дар ҳолати нифос агар касе рӯза ҳам ки гирад, рӯзаш ҳисоб намехӯрад. шумо ки сиҳат шуден, намозҳотон назди аллоҳи меҳрубон бахшида шудааст. агар 3 рӯз, камтарини бемории занона 3 рӯз аст, аксараш 10 рӯз аст. аз 10 рӯз зиёд агар яке хун омад, ӯро дар шариат истиҳоза мегӯянд. дигар дар ӯ ҳолат ӯ узре ҳаст ё беморие ҳаст ки дар дохили шумо аст. шумо дар ӯ сурат рӯза дошта метавонед, вале дар ин давоми аз 3 то 10 рӯза шумо рӯза нагиред ки ҳам гунаҳгор мешин, ҳам рӯзаҳотон ҳисоб намехӯрад. вале баъди сиҳат шудан шумо ин рӯзаҳоро дар ғайри моҳи рамазон қазо медоред, вале намозҳотон аз гардантон соқит аст. саволи дигаре ки омаданд, гуфтанд дар чашм дору чакондан. дар чашм дору чакондан, бародаро хоҳарои азиз, рӯзаро намешиканад. ира мақсад ҳам монанди сурма гуфтанд. агар ҳар касе ки дар ин моҳи муборак сурма мекунад, оли сурма аслан суннати пайғамбармон аст. пайғамбармонам дар чашмош сурма мекарданд ва хоҳарои мо, бародарои мо вақте ки сурма мекунанд, яъне он сурмаеро ки занҳо дар чашмошон мемонанд ки аз зоҳир, аз берунам намоён аст, ин тариқ барои мардҳо нест. сурмае ки мардҳо мекунанд аз дохили мақсад ҳамон пилкҳои чашм сурма мекунанд. он барои ҳамон ҳатто пилки чашмам вай мақсад давоиам ҳаст. аз ин лиҳоз яъне ана ҳар касе ки дору мечаконад мегӯяд мисли ҳамун аст. ҳатто агар ҳамун сурмое ки мо дар даруни чашм мемолемш, ҳатто даҳанмона агар рангш ба даҳанмонам ки биёяд, вай рӯзаи моро намешиканад. ана ҳамин чашмам ба мисоли ҳамин аст. гӯшам бародаро аз назари илми анатомия имрӯз исбот шудагӣ аст ки агар ҳамин пардаи гӯш кафидагӣ набошад, ҳамун дорое ки дар гӯш мечаконанд вайам рӯзаро намешиканад. лекин парда агар шикофта бошад, шикоф шудагӣ бошад, ҳамунҷа дору ба ҳалқ рафтан имкон дорад. лекин ҳамин ҷам дидан дар кор. агар ба шарте ки ҳамон дору миқдоре бошад ки дигар ба меъдара наравад, ҳамунашам бародарои азиз рӯзара намешиканад. оё гуфтанд бисёре дар ҳамин рамазон мардум дилшӯрок мешавад, қай мегем, яъне вақте дилаш мешӯрад мегардонад. агар ҳаминҷа аз пеши худ гардонид, яъне он қадар партофт ки даҳанаш пур шуд ё аз ӯда бештар партофт, аз мисол худша маҷбур накарда бошад, рӯзаш намешиканад. лекин худша маҷбур кардаву хӯрдагиша агар пас бигардонад, инҷа рӯзаш мешиканад. мақсад дар як рӯз рӯза мегирад. қазо мақсад баъди рамазон дар як рӯзаш рӯзаш аллакай мешиканад. хоб инҷа савол шудааст ки фарзияти рӯзара, яъне кай бар мардуми мусалмон ҳамин рӯза фарз гардид. фарзияти рӯза аз соли 2 ҳиҷрат буд. 2 соли ки пайғамбармон мадина омаданд, яъне баъди 17 ё 18 мо мегӯяд, ана ин рӯза бар ҷамеъи мусалмонҳо фарз шуд. аввалин рӯзаеро ки мусалмонҳо гирифтанд, бародарони азиз ва гиромӣ, ин ба 26 моҳи феврали 624 мелодӣ ки рӯзи якшанбе мувофиқ меяд, ба ҳамин рост омадагӣ буд ки ана пайғамбармон то охири умраш 9 бор рӯза гирифтанд. яъне ҳамин баъди 9 бор рӯза гирифтанд,
حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتند. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خب سوال دیگر را میگذاریم. انا در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکا یا کلبسه یا رالتون، خب انا آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد، اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. انا بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن. اصلا برادرای عزیز آنچه که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همونا هست. در ترکیباتشون، در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام، از شبهه چیزی نباشد وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد همین مقصد از با کدام راه کشته شده است، یا همین گوشتی مقصد حلال است حرام است ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همون برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم اگر آنچه رو که پیشتر گفتم از اینها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. یک نفر سوال کردن که مقصد آیا همین عقیده شیعه ها را می شود که ما درست گوییم؟ یعنی نفرهایی که پیروی از اهل تشیع میکنن یا اینکه عقیده اهل تشیع را قبول دارن، آیا می شود که ما همین را درست گوییم؟ البته برادران عزیز این نمی شود و عقیده اهل سنت و الجماعه از عقیده اهل تشیع گویم بین زمین و آسمان فرق دارد. از این لحاظ هیچ وقت ما برادران و خواهرای عزیز توصیه ما گویم این است که هیچگاه از این عقیده شما پیروی نکنید. هیچگاه اگر شما خواهید که پیامبر نازنین از شما راضی باشد، الله مهربان از شما راضی باشد، همین راهی را که ما انتخاب کردیم عقیده اهل سنت و الجماعه، خب چه حنفی باشد، چه مالکی باشد، چه حنبلی باشد، چه شافعی باشد، خب اینها خواهرها و برادرای عزیز همه عقیده هستند که از قرآن و از حدیث جمع آوری شدن. زین لحاظ من شما را علل خصوص مردم تاجیکستان که من هرگاه سفرهای بیرونم داشتم درونم داشتم دایم توصیم همین است، از پیروی مذهب امام ابو حنیفه هیچگاه یگان وجبم بیرون نشوید. انشاءالله همین امام شافعی، همین امام احمد حنبل، همین امام مالک، همه اینها برادرای عزیز و گرامی دوستدارهای امام ابو حنیفه بودند. اینها حتی خودشان در علم در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آنه که خود عزیزا و بزرگا خود قائلند که ما در فهمی شد در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چارگانه برادرای عزیز بنهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است. هیچگاه از این عقیده پیروی. من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و
و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم توصیف میکردم در همون کاغذها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من امور خانم و طبیعت و مقصد خیره شود، لیکن طبیعت من خیره نمیشد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر زلالت رفتید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندانن، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم ترغیب و تشویق با شیعه کردگیان. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتبها، علال خصوص مکتبهایی که در تهران و در قم و در دیگر منطقه‌ای که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما اکامی عقیده را قبول کردیم و لیکن تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما را پوشیده نگه می‌داریم، یعنی اینا ما آشکار نمیکنیم که ما همین خیلی عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچو یک برادر مسلمان، من همچو یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم، برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین، زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زین لحاظ یک مذهبی ساخته است. این اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبا یهودی رو تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار احمد دیگر مراجعت من به دیگر که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا انا برای ما آمده است. لیکن میخواهم باز انشاءالله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه باقی مانده سوال های شما را من جواب گویم و با سوال هایی که تا این زمان به من میرسد انشاءالله برای اینهاشم برای شما جواب میگردانم. خداوند همه شما را نگهبان باشد و امروز بسیاری خواهرها و برادرها و مادرایی که از این تاجیکستان من در زنگ میزنن میگن که در حق فرزندامون دعا کن که در غریبی هن و مردم مقصد در یک حالتی بسیار ترسن که مبادا فرزنداشون مبتلای این بیماری نشوند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که الله مهربان تمام این فرزندای ما را، تمام مردم ما را در حفظ امانش نگهبان باشد. از این دردها خدا نجاتشون تید. بازم تاکید میکنم برادرایی که علاوه خصوص در این ماه مبارک شما برادراتون دستگیری میکنین، از مالهای زکاتون اونها را تامین میکنین، خدا باز هم مالهاتون زیاد گردانه، باز هم در پناه رحمت اسمتش نگهبانتون باشه. و همچنان شما هم دعا کنین که خدای مهربان این تاجیکستان عزیزی ما را هم که چقدر باور کنین زیباگی ها، چقدر انشاءالله خوبی ها روز به روز در این ملک ما زیاد شده، خدا هم باز هم از این زیاد گردانه و این رهبر ما را و این نفرهایی که در آبادی این دولت، در پیشروی این دولت، برای بهبود این مردم خیلی خیلی باور کنین
چاره‌جویی ها میکنن تا که این مردم از همین مشکلات باشد، سختی باشد، خلاص شوند. خداوند همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهبانشون باشد. خداوند همیشه این ملک ما را همین حاضر آرامی و تینجی که بهترین نعمت است که ما را فرا گرفته است که آزادانه برادران عزیز در خانه یکدیگر میریم، میشینیم، صحبت هامون میکنیم، همچنان مقصد در بیرون ها آزاد میگردیم. شکر الله مهربان میکنیم که خدا این نعمت در ما برقرار و بردوام نگه دارد و خدای مهربان ایمان هامون کامل کند، محبت و اخلاص هامون به دین خدا باز زیاد کند و این توفیق ماه مبارک روزه داشتن بر یکایک ما و شما نصیب گرداند.